ای روزه که تو حامله‌دار شده بیزار ای جان کردی بل نیستم بر مردک دارون بیار مردک مردک جان التماس نمیشه دیگه طاقت ندارم فکری آینده‌تون نمیکنین بیدک چی میشه با او مرا بی‌قدری کرد او مرا شکست داد زنک پشیمون میشوی گریه و فیغان میکنی خب مردک جان شما میدونید که من حامله‌دارم و نزدیکی فرزندتون میشوم دوستان عزیز بخششی زیاد ای همه شما احتراماً خواهش میکنم برای پیشرفت و زیاد گردیدن رولیک‌های تربیوی ما در کانال پادپیسیت کنین لایک کامنتر فراموش نکنین با دیگران رولیک‌ها را روان کنین رجب علی ایبرانی جانک بابا بیا اینجا تز بجام باز چکو کردی سه؟ خورو خونه را خورو خونه را تمام کردی؟ تمام کردم باشه خب بیا اینجا انا چوبو را دیدی؟ همه یورا بریزم خونه دا پرتو اینجا نیسته نزی حولیه اودا میویا میمون میویا یک کس میدرویا عیب شرمه فهمیدی؟ همینجا توزه و زوده بوشه اینجا را که بود کردی بعد اینجا کشم مرا من همینجا را هم مرا مقصد توزه و زوده علف پلف یگون چی نمونا من کور دایم همینجا توزه بوشه خب مردک جان شما میدونید که من حامله‌دارم و نزدیکی فرزندتون میشوم من دکتر اجازه دادگی نیست 15 کیلو بار زیاد نبردار گفتگی یارم ما چی خاموشه میکشونم گوش که زنک یگون چید نمیشوه یگون کور نمیشوه من میخوام که فرزند سالم داشته باشم من میخوام که فرزند داشتم گفتم گفتگی ما بکن در وقت مادرای ما مهنت میکردن کار میکردن حرکت میکردن بعد 3 فرزند دیگر را نگاه و بین میکردن فهمیدی کاری خوجگی میکردن کاری قشلاق میکردن مردک جان شما آرزوی فرزند سالم ندارین فکری آینده‌تون نمیکنین بیدک چی میشه با من چی با فکر نمیکنم 100% فکر میکنم یکی چیزی را که گفتم بکن значит میکنی فهمیدی مرا خوب شده مردک جان خب گپی ما همین دیوال ها این زنک یگان کار نکرده است این علفو به حالش موندگیان یه زمان همه خیلی موندگیان باید چور آورده برای ما در این بین مونده که ما بیام ببرم زنک او زنک بیا اینجا ما تو را چی سپارش دادم دوستان و تماشاگران عزیز ما اویاکس آنلاینی خدمت شدیم که بلیط ها به نهایت ارزان است و با تمام دولت ها دوستان بلیط هست و نگفته نمونه که حتی 1 روبل زیادتی در بالاش موندگی نیست ما 100% کفالت میتونم شما به دوستان این همینجا رقم موندگی +7 996 43 24 423 دوستان زنگ میزنین اینامی سامانه رجب علی ایبرانی مراجعت میکنین در 5 دقیقه بلیط شما آماده میشوه و با نسترین خوب در سفر میبروین الان نگهبانتون دوستان ما تو را چی سپارش دادم
ها ما ترا چی سفارش دادم چی گپ خودش همش به حالش موندگی های ها تو گپی مرا گوش نمیکنی ها گپی ما برای قدر نداره اردک جان هم کوشش کردم خیلی نشد آخه هم قش آورده تو نیستم هم زنگ زدم تو نه تلفن جواب ندادید ترسیدم که در فرزند ما یگان چی میشود یگان چی نمیشود این خزانای دیگه حامله دارن کار میکنن مهنت بکنن زحمت بکشن با خدمتی خسرو شتومن میکنن هیچ شونه میشوم کودک ترا میشوه کودک ترا میشوه ای روزی که تو حامله دار شده بیزار ای جان کرده بل نیستم بر مردک دورون بیار مردک پیش فلان دخترم ببر مردک پیش فلان طبیبم ببر مردک بیزار ای جان کردی بفهمی ها بیزار ای جان کردی زنکی ابله بیا رجب علی معروف جان بیا ها بچه ها خیر های زنه کمتر بیمار شده است فرزندو گوشته نمانند گفته کمتر خود کردم باور که برادری بس میکنم خطی خیلی برای چی؟ یه بچه تا زن کلامی چی تو؟ ای به شرمه و خیلی برادر روز میگوی آب رومونم برزونی سرخمون میکنی او بچه ما همی خونه دا میرم هی میگو ای چا جلگه لب بای میشوه من اون توانایی که تو ندارم رجب علی دوستم هی برادر یکی از سنت‌های رسول اکرم نیز همین است که در اویله یکدیگر رو کمک کنیم از این خاطر این کاری مردانگی زنانگی ندارد در زندگی باید همیشه پهلوی همدیگر قدم نهیم از این خاطر من به چنین کار دست دادم میشه برادر یکی فراموش نکرد انتظار باش روزه میشه که میام لباس میشود روزه میشه میام که لباس میدوزی همشه انتظار میشه برادر جان اویله دا برادر جان سیاست کردن در کار اویله دا برادر جان گفتی همون گپا که سیاست شنوندن در کار فهمیدی برادر باید سخن بگذره زن باید گفتی همون گپا که برای هر یک ناش لطکوب کنی باید نمانی که تاری سرت ببرویه نمانی که بلند سخن کنه نمانی که چیزی که میخواد سپارش بده و تو برای او اجرا کنی برادر ای دوستم رجب علی گپ‌های تو رو گوش میکنم و نصیحت‌های پدر و مادر یا زندگی کرده پدر و مادر پیش نظرم میآید در نظرم گفته‌های تو همه خطایند در زندگی باید همه وقت برابر قدم مانی من در دل از تو ترسی دارم اگر رفتاری تو چنین باشد روزی تنها میمانی غم‌ها در کتف‌هایت بار میشوند نفرهای نزدیکت تو را ترک میکنند هم نفسی که در زندگی داری دیگر در برت نیست پشیمان میشوی گریه و فغان میکنی ولی همه اینها خطا هستند دیر میشود دوستان دیر خیلی گپ دارم با کدام مقصد اینجا اومدی؟ برادر جان استراحت رفتن در کار کیف سفر رفتن در کار نیستی ما میدونم بیا یک خونه را گرفته شیشته هر هفته کار یک روزی استراحتی داریم در هم یک روزی استراحتی مون هفته استراحت کنیم از سبا را تازه کنیم دم گیریم 6 روز ما را برای زنمون برای اویلمون برای پدر مادرمون صرف کردیم یک روز ما را برای خودمون صرف کنیم با فکرمون ضرر نمیشه من انتظار میشم برادر مرا زنگ زد خرشو خب الان دیگه اول بچه‌ش زد دارن برای کار نگی پس که کارو را که باور که من بس میکنم برادر بس که گم که این زن کلونی هدفش که نکی خیلی کنم گرم نیست رجب علی جون خدا نگهدار برادر اونجا جای شناس خدی برادرای خودمون میریم استراحت میکنیم دم میگیریم مقصد کیف صفو میکنیم
در همین حیات دام گرفتن در کو کیف صفا کردن در کو فهمیدی برادر جان زنک چی میگه این زنک باور که در دلم زد الو لابای مردک جان من دیگه نتونستم شکم درد دوره با چی گپای با چی کار کردی با چی بلاد رسی هم کوروی وزبی نکردم شکم در گرفته نمیدونم کاساجده اگون پاراستامول استرامول اگون چم خونه دم خط دم جدام کی توخات که مردک جان شکم سختی به درد دوره میترسم فرزم مونده اگون چی نشه و بیوخ بر وقت تر بانی سبری مرا ما در سفر مایره سفر نمیگردم مردک جان التماس نمیشه دیگه توقت ندارم التماسم نکمیگم تو بگر از صبر که توقت که میون بالنسات میبارم ما در سفر مایره سفر نمیگردم الو لاباکا تو با همسرت چنین رفتار میکنی؟ برادر اگر زن قطعی مصیبت نکنی سیاست نکنی برای هر یک گنوش نفهمونی برای هر یک گنوش نزنیش میدونی برادر چی گپ میشود طوری سرت میبروید صبر کن او با گفت خودت حامله است شاید یگان مشکلات جدی دارد سیر و گشت رو یگان روزی دیگر کردن میتوانیم لیکن تو ضرور است که در نزد او الهت باشی مشکل برادر جان ما برادرو را گپ زدیم ما عروسکو را زنگ زدگیم مقصد همه چی را ما تشکیل کردگیم برادر جان ما ایرای سفر نمیگردم برادر بگم میام میبرمش بالنسا مانا گوش کن رجب علی نفری که در سختی ها اویله خودش رو ترک میکند روزی میرسد که مرو نیز ترک میسوزد از این خاطر برادری عزیز دوستی بین من و تو دیگر وجود ندارد خدا نگهباند میگذار برادر میگذار زنک جان برای چی غمگینی؟ برای چی تابت خیره زنک جان؟ مردک جان موندهیم افکارم بیمارم یا آب خنک نمیبیرین تشنه موندم چی بنه زنک جان؟ تو تمامی هستی مایی تو تمامی زندگی مایی میدونی ما در حیات بیت خوشبخت نیستم تو تمامی خوشبختی مایی زنک جان چی بنم یارم زنک جان صدقه یک تاری مویته صدقه یک نگاهیته صدقه یک خنده ایته حیاتی ما زندگی ما گلی ما زنک جان اینم برای تو آقای خنک کنم بگیر بنوش جان زنک جان چی برای خنگاه میکنی؟ خجالت چیدی که من برای تو آب آوردم ها؟ خجالت نشه زنک جان بگیر بنوش بنوش زنک جان زنک جان زنک جان زنک جان زنک جان از روزی که تو رفتی من خوب نیستم زنک من خوابی خوش رو نمیبینم زنک هر دم در خوابم میدرایی و هر کجا میروم زنک عکسی تو صورتی تو در پیش نظرم نمایان است زنک جان در زندگی باید همه وقت برابر قدم مانی
من در دل از تو ترسی دارم. اگر رفتاری تو چنین باشد روزی تنها میمانی. غمها در کتفهایت بار میشوند. نفرهای نزدیکت تو را ترک میکنند. هم نفسی که در زندگی داری دیگر در برت نیست. پشیمان میشوی، گریه و فیغان میکنی. زنک جان، تو از ظلمی من مردی، از بی‌رحمی من مردی، از بی‌قدری من مردی. من تو رو قدر نکردم، نسبت به تو بی‌رحمی کردم، ظلم کردم، شکنجه کردم. زنک جان، میدونی بعد از مرگ تو آیله بر تو کردم. فکر کردم که خوشبخت میشوم، فکر کردم که زندگی آباد میام، فرزنددار میشوم. لیکن صد افسوس، نه زنک، نه. با یک زن زدم که او با من خیانت کرد، او مرا بی‌قدری کرد، او مرا شکست داد. زنک، تنها نفری بودی که تو به قدری من میرسیدی. همه وقت لباسی تیار، همه وقت خوراکی تیار، پدر و مادرم را احترام میکردی، به قدری اونا میرسیدی. زنک، من اکنون پشیمانم، پشیمانم. خانه آخرتت آباد باشد، جایی که جنت باشد. زنک مهربانم، آیله مهربانم، آیله دلسوزم، آیله قدردانم. خداوند تو را رحمت و مغفرت کند. رجب علی ایبرانی.